که دل کاشانه اوست، نفس گردی متاع خانه اوست. بیننده های ارجمند السلام علیکم. برنامه نوبتی چراغ هدایت مهمان خانه های شماست و در صحبت ما استاد خواجه میرف معاون رئیس شورای علمای دینی ولایت سوات حضور دارند. استاد خوش آمدید میگم. ما این نوبت همراه استاد تصمیم گرفتیم یک موضوعی را مطرح کرده باشیم که ادامه منطقی موضوع از این پیشتری ما در مورد دروغگویی و شقاوت آن یک برنامه سازمان داده بودیم و حتما پی آن در مورد راست گفتن، سخن راست زدن و گذشته از این راست سیستن یک صحبت داشته باشیم که موضوع صحبت امروزی ما راستگویی و فضیلت آن است. استاد عزیز، چون گفتم که ما از دروغ و شقاوت آن سخن کردیم، اسلام در فضیلت سخن راست چی گفته است؟ مرحبا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و به نستعین. در حقیقت در یک حدیث پیغمبر آمده است که 7 چیز هلاک کننده هست، 7 چیز دیگه از همون هلاکت انسانها را نجات دهنده است. از جمله همون چیزهایی که هلاک کننده هستند یکتاش دروغ گفتن است. ما هم طبق همین حدیث اول موضوع هلاک کننده را گذاشتیم و بعد از امروز ان شاء الله همون موضوعی که از همون هلاکت ها نجات میدهد همون موضوع را گذاشته ایستاده. از جمله همون چیزهایی که هلاکت میکنن این یکتاش دروغ بود. اکنون از همون هلاکت نجات یافتن، خلاص شدن، این چیز راست گفتن است. در حقیقت ببینید که زیان دروغ گفتن ما چقدر گفتیم، همین قدر وزنی بود است که در 280 جای قرآن یا که زیاده خداوند کلمه دروغ، زیان دروغ گفتن و عقوبات دروغ گفتن یعنی بیان کرده بود است. بسیار چیزی وزنی است. ان شاء الله امروز من برای خاطر از همین چیز هلاک کننده، از همین گناه کبیره نجاتش چی هست، این راست گفتن است. در همین باره ان شاء الله گفته میگذاریم. البته الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان در این آیه درباره صادقان و راستگویان هم نکم از کلمه دروغ ذکر گفتن، فضیلت راست گفتن و مکافات راستگویان خداوند شخصان راستگو را در قرآن صفاتشون ذکر کرده است. پیش از همه از یک آیه از همه بزرگترین که این بشارت است برای شخصانی که راست میگون و اگر شاید که بعد از همین برنامه ما رو دیدن و ها راست گفتن اینقدر چیزی بزرگ هم نمیشماریدن و دروغ گفتن مشغول بودن، از دروغ گفتن یک گناه صغیره حساب کرده بی پروا میگشتن. لیکن ان شاء الله بعد از عقوبات دروغ گفتن در موضوع گذشته گفتیم، امروز اکنون پاداش شخصان راستگو را ان شاء الله گفته میگذاریم. در همین آیه کریمه الله سبحانه و تعالی میگه که یا ایها الذين آمنوا اتقوا الله و كونوا مع الصادقین. یا ایها الذين آمنوا اتقوا الله و كونوا مع الصادقین. در این آیه کریمه پروردگار بهترین نعمتهاش برای مؤمن ها یعنی چون میکند بیان میکند. البته ما در آیات های گذشته گذاشتیم که یک ندای مهربانی قطع خداوند ندا میکند. وقتی که پروردگار یک ندای مهربانی که ندا کرد، ما میدونیم که بعد از وی برای مؤمن ها فقط خیر، فقط نیکی، جز بخت و سعادت دیگر چیزی نیست. از آن جمله این آیه کریمه را الله سبحانه و تعالی به همین چیز سر کرده است. بعد از وی اکن پروردگار انسان های یعنی مؤمن ها را نشانه هاشون و مؤمن ها را سبب سعادت هاشون و سبب در این دنیا و آخرت از کروبات از غم نجات هاشون بیان میکنه. یکمش میگه اتقوا الله، از خدا ترسید. درباره البته تقوا ما گفته گذاشتیم که تقوا چی است، خدا ترسی چی است. خدا ترسی فقط نه تنها به زبان گفتن که من از خدا میترسم، به زبان گویی و بعد کردار دیگر باشن. تقوا چی است؟ البته درباره تقوا گفته گذاشته باشیم، ما کوتاه گفته میگذاریم، از منفعت خالی نیست. عالم ترین صحابه رضی الله عنه حضرت علی را پرسیدن که درباره تقوا چما میگه. تقوا گفتن یکمش میگه الخوف من الجلیل، از خداوند ترسیدن. از خداوند وقتی که انسان ترسیده، فقط ترسیدن در ظاهری وی نمیشه. از خداوند حقیقت ترسیده باشد، دلی وی ترس خدا دارد. برای خاطر همین پیغمبر خدا دائم در دعاشون دعا میکردن پروردگارو در دل من ترس خودت جا کن. یکم بوده الخوف من الجلیل، از پروردگار ترسیدن، یکم نشانی تقوا. دوم تقوا این بوده است والعمل بالتنزیل،
به آیاتهای قرآن حتما عمل، گفتارش، کردارش، رفتارش طبق همون آیاتهای قرآنی که شنیده است به همونا باشه. سومش میگه و رضا بالقلیل، با کم و بسیاری خداوند راضی شدن، خصوصا با همین روزها و ماه شریف رمضان. شاید که بعضی زندگی پیش از رمضان دیگه بود و حاضر این روزها دیگر هست، اینها البته راضی شدن. اینها راضی شدن چون که همگان معلوم که حاضر ما در یک وضعیت، نه تنها ما تمام دنیا در یک وضعیت ناگوار یعنی قرار دارد. از همین لحاظ شاید که زندگی پیشینه باری نیست. برای خاطر همین هم ببینید که حضرت علی را که البته اینها حضرت علی عالم ترین صحابه که بودن، از حدیث های پیغمبر، از آیات های قرآن جواب میدادن. اینها گفتن که ورضا بالقلیل، سیومین نشانه تقواداری در کم و بیش دادگی خداوند راضی شدن. چهارمش والاستعداد لیوم الرحیل، یعنی بر روز بازگشت به سوی الله یعنی آماده شدن، یعنی سفر طولانی از اسم برآوردن. پیغمبر خدا در این باره میگن که کسانی که بازگشتشون به سوی خداوند ذکر میکنن و اینها در این دنیا یک چند فاید از گناه کردن نگاه میدارن خداشون، رزقشون زیاد میشه، در دلشون محبت نسبت دین، نسبت ملت، نسبت دیار، نسبت انسانیت، محبت در دلهاشون زیاد میشه. از برای خاطر همین الله سبحانه و تعالی یک مؤمنان رو دعوت میکنه که از خدا ترسید. از خدا ترسیدن البته این کوتاه گفتم همین چیز بوده است. به زبان گفتن من خدا میترسم گفتن، اما با ارکان های تقوا عمل نکنند و با تقوا این آیت خداوند جواب دادگی نمیشه. الله ندا کرده است که گفت من گوش کنید به این فرموده های من آماده شوید. یکم فرموده چی بوده است؟ تقوا بوده است. دومیش خداوند میگه که و کونوا مع الصادقین، بعد از تقوا به تقوا رعایت کردن و تقوادار شدن همراه آدمان صادق باشید. ببینید که آدمان صادق چقدر آدمان راستگو، راستکار، راست قول، راست کردار، چقدر منزلتش در نزد الله بلند بوده است که پروردگار چی میگوید؟ ای مومن ها از خدا ترسید. بعد از خدا ترسیدن دوم وظیفه شما همراه هوا باشید. ممکن که الله سبحانه و تعالی بگه که همراهی با آدم‌های راستگو را اینقدر دستور می‌دهد. البته در فضیلت آدمان راستگو، درباره کار راست، سخن راست، اعمال راست، همه اقوال راست، این چقدر فضیلت باشد. از برای خاطر همینم البته اطراف این آیات‌های کریمه ما ساعت‌ها صحبت کنیم، من گفته نمیتوانیم، لیکن یک معنای لغوی یعنی این آیت گفته گذاشتیم. اکنون پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در این باره چی میگن؟ درباره یعنی راست گفتن، فضیلت راست گفتن. در یک حدیث صلی الله علیه و سلم میگن که علیکم بالصدق. ببینید که در بعضی روایت ها آمده است که پیغمبر خدا بعضی همون چیز گفته میگذاشتن. مثلا میگفتن که نماز خدا فرض کرد، روزه را فرض کرد، گفته میگذاشتن از قرآن. لیکن در این حدیث پیغمبر خدا دستور میدین، یک دستوری که حتما کردناتون ضرور است. ضرور. مثلا اگر یک امر مهم باشد، که یک راهبر خونه میاره پیش یک همون راهبری و میگوید که این کار کردناتون ضرور، به این نمیشد. اکنون پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم این حدیثه ان همین چیز قد سر میکنن. علیکم یعنی بر شمایون واجب است، ضرور است. در دوامش همون چیز هست گفته میگن که علیکم بالصدق، راست گفتن. راست گفتن شما به این و حتما این قبول کردناتون در گردن شما واجب است. میگم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گاه کردار پیغمبر، گفتار پیغمبر سنت هم که باشد، اما حدیث های پیغمبر در بعضی موقع در بعضی جای به واجب هم دلالت میکنن. چطوری که به سنت دلالت میکنن، گاه به مستحب دلالت میکنن، لیکن این حدیث پیغمبر علما ها میگن که به واجب دلالت میکنن. شما ضرور هست که راستگو باشید، راست قول باشید، راست کردار باشید و علیکم بالصدق. اکنون در دوام حدیث پیغمبر خدا فایده راستگویی و راست رفتاری و راست کردار صادقه رو میگویند. چی میگویند؟ فان الصدق یهدی الی البر. پیغمبر خدا میگوید من شما رو بیکار نگفتیم که شما این کار کنید، این کار من در گردن شما واجب گرداندگی نیستم. حتی در شرح همین حدیثا میگن که وجب النبی علی امته، یعنی پیغمبر شارحان حدیث میگن که
در شرح همین حدیث که پیغمبر واجب گردانیدن برای امت هاشون. در همین حدیث ها این نیست. حدیث ها رو میگن که سنت های. اما مرتبه واجب از سنت بالا هست. در نزد مذهب امام ابو حنیفه فرض است، واجب است، بس سنت است. اگه ببینید در این حدیث پیغمبر گرچه از زبان پیغمبر هم اومدگی باشد که بعضی کسا شاید فکر میکنن که گفتار پیغمبر سنت است، سنت پیغمبر میگوییم، لیکن احیانا پیغمبر خدا اگر همون کار بسیار مهم باشد جناب رسول الله حوی به مرتبه واجب برآورده به امتاشون دستور میدن. از جمله ان همین چیز و علیکم بالصدق. در دوام حدیث پیغمبر خدا فایده صدق، راست گفتن و مکافاتش بیان میکنن. میگن فان الصدق یهدی الی البر. البته میگن پیغمبر خدا راست گفتن انسان ها رو به نیکی میبرد. بله. چطوری که در درس‌های گذشته، در صحبت‌های گذشته گفتیم که دروغ گفتن انسان رو به چی میبرد؟ به بدی میبرد، بدبختی میبرد. اگه این چیز گفتیم ما منجیات است. یعنی اگر دروغ گفتن مهلکات باشد، چیز هلاک کننده باشد، راست گفتن چیز منجیات است. یعنی نجات همون هلاکت است. نجات هلاکت دروغ گفتن این چیز راست گفتن است. انا ببینید پیغمبر خودش میگه علیکم بالصدق فان الصدق یهدی الی البر. اکنون نیکی کجا میبرد؟ فان البر یهدی الی الجنه. سبحان الله. در این دنیا یکی از هدف زندگی کردن، هدف عبادت کردن همین است که انسان چه کنه داخل جنت شود. بله. اکنون ببینید که پیغمبر خدا یکی از عملهایی که انسان برای جنت میبرد، داخل جنت میکند، ان همین راست گفتن بوده است. از برای خاطر همین سرشوی حدیث اند خدا و پیغمبر خدا اینقدر تاکید کردن، گفتن که حتما در گردن شما حتمی است که شما باید چیکار کنید؟ راستگو باشید، راست رفتار باشید که مکافاتش چی بوده است؟ البته جنت است. بله. تشکر استاد. چون سخن در مورد رفتار و اخلاق رسول الله رفت، من میخواستم از رفتار اصحاب ایشان، از صحابگان کرام، حتی مثلا خودی نامی خلیفه ابوبکر صدیق، یعنی بی سبب همین نام مثلا نگرفتن به خاطر آنه که نفری که راستگو بودن. رفتار و اعمال صحابگان پیامبر چگونه بود؟ بسیار یک موضوع، بسیار سوال بسیار هم مهم داره که این سوال حاضر برای همین روزه علاج امتی اسلام است. چون که در بعضی جاها درباره صحابگان پیغمبر، خصوصا درباره بهترین ذات تمام انسانیت اتفاق کرده هستند که افضل الناس بعد الانبیاء ابوبکر. همه پیروان دین‌های سماوی اتفاق کرده هستند بعد از پیغمبرها بهترین انسان در روی زمین چی از ابوبکر صدیق است. از همین لحاظ فضیلت این بزرگوار چطوری که گفته در قرآن ذکر کرده شده است، ان شاء الله حاضر آیاتش میگوییم. فضیلت صحابگان رسول الله را البته باید که ما پیروان پیغمبر، امتان پیغمبر باید که از این چیزها با خبر باشیم. چون که الله سبحانه و تعالی جمیع صحابگان پیغمبر در قرآن مدح کرده است. بعضی هاشون با خاص کرده است. یعنی مدح عموم، ستایش عموم هست. از همون عموم اگر با یک چیز اگر شما خاص کنید، این فضیلت همون خاص بیان میکنه. از اون جمله الله سبحانه و تعالی اگر صحابگان پیغمبر رضی الله عنهم و رضوا عنهم گفته، جمع گفتگی باشد، این فضیلت رضاگی بودن الله و الله از ویها راضی است و ویها از الله راضی میشن. لیکن در بعضی آیات ها با بمانند ابوبکر صدیق رضی الله عنه بعضی صحابه ها را چاکر خاص کرده است. این فضیلت ویها را نشان میده. از آن جمله فضیلت ابوبکر صدیق. چطوری که بیان کرده الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان درباره پیش از همه صفت پیغمبر بیان میکنه. الذی جاء بالصدق و صدق به. خداوند در همین آیه کریمه پیغمبر میگوید و حضرت ابوبکر صدیق صفت میکنه. میگوید که اون ذاتی که با صدق آمد، یعنی پیغمبر و حضرت راستین شک و حق است. چطوری که ما اکنون چرا خداوند در این آیه کریمه پیغمبر بودنشون، صادق بودنشون چه میکند؟ یعنی ذکر میکند. چون که وقتی که اولین آیات هایی که به پیغمبر نازل شدن، متکبران که در همه دور زمان هستند، در زمان پیغمبر هم بودن، ایها پیغمبر چی میگفتن؟ دروغ میگفتن، قرآن دروغ میبردن، سخن های پیغمبر شما میکنن دروغ. الله سبحانه و تعالی
اکنون برای خاطر ردیه به همونها، همون شخصان متکبری که گفتی خدا گفتی رسول خدا را دروغ میگویند، به همونها ردیه الله سبحانه و تعالی چی میگوید؟ الذی جاء بالصدق. شمایان حرف سخن نگویید. این محمد آمدگی چیزش صدقتی آمدگی است. کتاب آوردگی این همش صدق است، همش راستی است، همش پاکی است. گفته در تمام آیت خداوند اکنون و صدق به و به هوای صادق بودن پیغمبر قطع یعنی ایمان آوردگی ها را ذکر میکنه، از آن جمله ابوبکر صدیق. اکنون چرا ابوبکر صدیق؟ این صدیق هم از کلمه راست گفتن است. این کسا این لقب را گذاشتن. باید که ما درباره بعضی عظماهای اسلام، اینها رو عظمای اسلام میگن، یعنی بزرگان اسلام، بعضی صفاتاشون باید داریم ما. از آن جمله ابوبکر صدیق. چون که وقتی میگن همون واقعی معراج که پیغمبر خداوند برابر آسمان سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي، گفته خداوند در سوره اسراء سر میکنه، یعنی پیغمبر از همون مکه آوردن مسجد اقصی، از مسجد اقصی برآوردن و این در یک وقت کوتاه کفایت شد. این چیز هیچ کی باور نمیکرد. وقتی که این خبر به حضرت ابوبکر صدیق رفت، ابوبکر صدیق چی گفتن؟ گفتن که از این تسترش هم که گوید من با محمد راست میشمارم. از سبب راست بودن راست تصدیق رسالت پیغمبر و معجزات پیغمبر حضرت ابوبکر صدیق تصدیق کردنشون، راست شماریدنشون، حضرت ابوبکر صدیق این لقب پرشرف گرفتن. این لقب الله سبحانه و تعالی در قرآن هم و صدق به گفته. حضرت ابوبکر صدیق چه میکند؟ یعنی توصیف میکند، تعریف میکند. من جمله درباره دیگر اصحاب پیغمبر، وقتی که معجزه های پیغمبر پیدا میشدن، صادر میشدن، صحابگان به یگان دودلگی، به یگان تردد قبول میکرد. از آن جمله من همون یکی از صحابگان صادق خداوند در قرآن خبر میدهد که صحابگان صادق از آدمان منافق و از آدمان بی ایمان میگن ما در گاه ها امتحان شو میکردیم. از آن جمله همون امتحان درباره تغییر دادن قبله شد. خداوند در نماز عصر میگن بسیار جمهور علما آیت آمد که فولی وجهک شطر المسجد الحرام، تو روت به طرف مسجد حرام گردون. گفت در همون نماز استفاده در مدینه منوره مسجد قبلتین، دو قبله دارد، دو قبله دارد. در همون وقت استفاده پیغمبر خدا طرف کعبه گشتن. در همون وقت صحابگان رسول الله که وای صادقی پیغمبر تصدیق میکردن به مانند ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، دیگر صحابگان کرام بلا فاصله وای طرف کعبه گشتن. اما در همین وقت امتحان الله بعضی کسها که در دلاشون تصدیق حقیقی نبود به زبانشون میگفتن وای نگشتن، وای گفتن که این چی گپ هست که در یک لحظه این خیل میگفته، در دلاشون شک و شبهه بود. الله سبحانه و تعالی مؤمنان حقیقی از همون شخصانی که در دلاشون نفاق بود نسبت پیغمبر در همین جدا کرد. به مانند این الله سبحانه و تعالی دیگر معجزه های پیغمبر یعنی بیان میکرد. بعضی هاش به همون صحابگانی که در خداوند در قرآن صدیقشون گفته و صدق به و وی راست گفتن پیغمبر قبول میکردن، به مانند اینها همین صحابگان، اکثر صحابگان کرام البته پیروی از پیغمبر میکردند و راست گفتن پیغمبر تصدیق میکردند. بله تشکر استاد. و رجوع میکنیم به حیات امروزی ما که ما در برنامه‌ای که قبلی در مورد دروغ صحبت کردیم، اونجا یک اشاره رفت در مورد اونه که ما گاهو در بازار وقتی در کاری سودا باشیم حتما گوییم خانه ها یک موردی می شود که از دروغ کار میگیرن و گاهو در تقویتی یا برای گوییم از همین مسئله گوییم یک اندازه صاف شدن و از همین مسئله خشک برآمدنشون میگن که در کاری سودا به دروغ نمی شود. جای مثلا خوندم که اونی که مثلا در کاری سودا راست را استفاده میکند و برکاتی زیاد دارد. بسیار من میخواستم در همین مورد یک نظر شما رو پرسیده باشم، چون معلوم است که مثلا دروغ گفتن شقاوتی زیاد دارد و راست گفتن فضیلتی بیشتر. از همین فرصت استفاده برده بینندگان عزیز، بعضی سخنها هست که به بی‌پروا از دهانشان میبراید، لیکن این سخنها گناه کبیره است. از آن جمله همین سخنی که شما گفتید که
یعنی کاری سودا به دروغ نمیرود. کدام تاجری که همین چیز میگوید نعوذ بالله گناه کبیره و ان همین آیات هایی که قرآن که خداوند در قرآن صادقا را راست گفتن تفسیر به همین ها در گمان میبیارد، شک میبیارد. از برای خاطر همینم به حدیث های پیغمبر و آیات های قرآن انسانی که شک میبیارد و وزمین ترین گناه است. از برای خاطر از همین فرصت استفاده برده. خیلی انسان هست شاید که بعضی محل از دروغ میگوید، از زبانش توبه کند، ندامت کند، خدا میبخشد است، اما دیدو دانسته اون چیزی که خداوند به حرام کرده است. در قرآن روزی گذشته گفتیم دروغ گفتن چی است؟ حرام است. دروغ گفتن پیغمبر چی گفتن؟ یعنی دروغ گفتن این تاریکی است و دروغ گفتن انسان گناه میبرد، گناه دوزخ میبرد و غیر از این دیگر چیزها رو گفتیم که الکذب رأس کل شر، همین بدی ها رو سرچشمه دروغ است. این چیزها رو گفتیم. مادامی که خداوند، پیغمبر خدا، علماهای اسلام، صحابگان کرام این چیز میگوند، امروز برآمده بعضی جوانان از دهانشون این سخن میبرد که در تجارت به دروغ نمیشد، نعوذ بالله گناه کبیره است، بالحال توبه کنن. که از اون دروغی که میگویند این سخناشون با وزنی تر است، چون که این در این سخن فتوا دادن برای دروغ گفتن است. طوری که ما یک صحبت گفتیم که از همه دروغ بدترین اون دروغی هست که در حق الله دروغ میگویند. انا همین هم بدترین دروغ میشد. کسانی که میگویند که در کار سودا به دروغ را نمیرود، این دروغ از همه وزنین ترین دروغ، چون که در حق الله دروغ میگن. الله گفت است که دروغ گفتن حرام است، اینها دروغ گفتن شما میکنن اجازه میدن. از همین هم البته از این سخن گردن، چون که اگر ما وقتی که به فایده راست گفتن با نگاه کنیم، پیغمبر خدا در سخنهای کوتاه خود فایده راست گفتن، خصوصا برای تاجران پیغمبر خدا یک گروه آدم ها را در قرآن در حدیث پیغمبر خدا یک گروه آدم ها را چیکار میکنن؟ صفت میکنن. میگن که از آن جمله همون صفت میکردگی تاجر راست قول راستکار پیغمبر میگن که ویها روز قیامت همراه آدم های صالح، همراه پیغمبرها، یعنی در روز قیامت محشور میشود. فهمیدید؟ راست میستن، زنده میشوند، یعنی در همدیگر جنت میدرن، در جنت همراه میستن. گفته پیغمبر خدا برای تاج سوداگران. چرا اون پیغمبر خدا این حدیث گفتن؟ چون که در حرکت کنه انسان که در همون کار سوداش راست باشد. که چطوری گفتیم امام ابو یوسف گفتن که شما کتاب تقوا نویسید، چی گفتن؟ من کتاب تقوا در همون کتاب بیع است، در کتاب تجارت است. بله، تشکر استاد. میگن که راست سخنی گفتن سخنی راست و شنیدن آن بسیار تلخ است، اما راست را باید گفت. گاه راست گفتن به همه مقبول نیست. مثلا اگر راست بگویید که مثلا گاه شما درست ناز قبول نمیکنن، اما چگونه گوییم که واقعا و گوش شنود مقبول کند؟ در همین باره حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، میگن قل الحق ولو کان مرا. این کلمه حق، قل صدقه، در بعضی حدیث ها میگن که پیغمبر خدا میگن که حق گویید، در یک روایت راست گویید، گرچه که تلخ هم که باشد. این دستور پیغمبره. در همین نمیبینید پیغمبر خدا امر قطعی است. چیزی که ما در حدیث گفتیم علیکم، در اینجا قل واجب الکه امر گویید میگن. پیغمبر همین خیلی بیان نکردن، گفتن که قل الحق، شمایان حق گویید. در شرح همین حق بعضی علما میگن که شما راست گویید، ولو کان چی مرن، گرچه که تلخ هم که باشد. این دستور پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. البته وقتی که شما حق میگویید و انسان گرچه که در همون لحظه برای وی قبول هم که وی ملالش میکنه، لیکن ان شاء الله وی از وی چیز چه میکنه؟ منفعت میبرد، خرسند میشه، در حق شما دعا میکنه. شما در پیش یک دروغ میگویید، یک مدتی معین خرسند میکنید، لیکن این برای منفعتی وی هم نیست. این شما برای وی دوست حسابیده نمیشوید. شما راست گویید، حق گویید، گرچه که در همون حال تلخ هم که باشد، ان شاء الله وی برای همون شنونده و برای گوینده هم یعنی منفعتی کلان دارد. تشکر. و در انجام یک سوالی میخواستم در موردی، چون یکی از سمت‌های اساسی ته این برنامه ما پیش از همه تربیت اخلاقی جامعه که هست، من میخواستم در موردی تربیت سخنی راست گفتن که مکانی تربیت و گویم تهیه اون پیش از همه اویله است. من میخواستم در مورد آنه که
چگونه توانیم اول خودمون دروغ نگوییم والدان و توانیم که انما فرزندان ما از ما دیده آموزند و راستگو شوند. بله، پدر و مادر یک مدرسه، یعنی تطبیقات مدرسه علمی هم عملی برای فرزند است. از برای خاطر همین هم معلم بشریت، یعنی برای تربیه فرزند که یک برنامه برای خاطر هر یک پدر و مادر مسلمان باشد. از جمله همون برنامه ها یکتاش یعنی تعلیم دادن فرزندان به راستی و راستکاری، راست قولی و راست گفتاری و راست کرداری. خب پیش از این اگر چرا ما امروز میبینیم که بعضی پدر و مادرها میگویند فرزندها را، لیکن فرزندها همون چیز قبول نمیکنه؟ علتش در کجا است؟ علتش در همین که خودی شخصی گوینده اگر عمل نداشته باشد، اگر سخنش به دیگرها تاثیر نمیکنه. ما این را از کجا اثبات میکنیم؟ وقتی که آیات ها نازل میشدند، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اول خودشون به همون آیات چه میکردن؟ عمل میکردن. مثلا هم آیات یک درباره صادقی نازل شد. پیغمبر خدا البته برای آدم پیش از پیغمبر شدن خداوند همچون صادق تربیت کرده است که در زمان پیش از پیغمبرشون محمد صادق یا محمد امین گفته صفت در آورده بودن، لیکن به همین آیات ها اول پیش از همه یعنی خودشون اهل عائلشون دستور میدادن. از پیغمبر خدا صحابه پرسیدن که یا رسول الله، آخه شما پیغمبر هستید، شما خودتون آخه همه چیز، چرا اینقدر آیات های قرآن از ما دیده بسیارتر عمل میکنید؟ اکنون جواب پیغمبر بید. پیغمبر گفتن اگر من گفتن خودم عمل نکنم به اینها، سخنم دیگرها تاثیر نمیکنه. اکنون بعضی فرزندانی که امروز به سبب دروغ گفتن مردم فریب میکنن، حاضر بینید که حتی فرزندهای آدمهای مشهور میشناسنشون، لیکن چقدر مردم ها رو فریب کردن، در دام فریب انداختن، تا حاضره پولی مردم ها رو گرفته قرض گشتن، مردم ها در خودشون دعا میکنن، دعای بند میکنن فرزندای فلانه ما رو فریب کردن. اکنون چرا وای مردم ها در نزد مردم اون پدر و مادر یک شخصی که به وی ها باور میکنن، لیکن اصلا فرزندهای وی ها چرا اکنون چنین شدن؟ چونکه خودهاشون و سخن در زبانهاشون هست، در نزد مردم میبرن که حافظ میگن که واعظان چون جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند و کار دیگر میکنن. میبرن در پیش مردم راست گوید، حق مردم نخورید، اما در کردار دیگر هست. خداشون که همین خیلکاره هستن، عمل که نمیکنن، فرزندهاشون هم به گفت ویها چه میکنن. یکم علتش همین است. دیگه‌ش همین که البته پدر و مادرها از این فضیلت صادقی و برکات، یعنی این صادقی راست گفتن به خبر هستن. لیکن برای خاطر همین من یک چیز باید تکرار کنم که وقتی که راهبر دولت همون قرآنی که ترجمه کردن، همین چیز وقت توضیح همون قرآن گفتن که این قرآن ترجمه کردن من همین که آدم ها شمایان راست از دروغ فرق کنید. حقیقتا وقتی که ما با قرآن برای همین خاطر این اکن چیکار کردن کار رجوع به قرآن کردن در کار خواهند که فرزندها صادق میشوند، اول پدر و مادر چا کنند؟ رجوع به آیات های قرآن کنند، رجوع به حدیث پیغمبر کنند، چون که بخت و سعادت انسانیت در قرآن و در حدیث است. وقتی که خواهند که فرزندهاشون هم نیکبخت میشوند، خداهاشون هم ان شاء الله از جمله گروه صادقان میدارن که ان الله مع الصادقین. در دیگر پیغمبر خدا میگه آدمای صادق میگن خداوند یاردم میکند. خواهند که از همون یاردم پروردگار چیکار کنن؟ بهره ور شوند، رجوع به قرآن کنن، رجوع به سنت کنن که الحمدلله از شرافت استقلالیت قرآن کریم با زبانهای تاجیکی ترجمه شده است. البته حدیث های پیغمبر ترجمه شده هستند و همین رجوع کنن ان شاء الله برای ویها در تربیت فرزند آسانی پیدا میشه. چون که هر یک سخنی که مثلا ما در همین جا اگر یک سخن گفته گذاریم که شریعت گفته است یک دلیل نبیاریم، در ذهن آدم‌ها وحشی جا نمیشه. مادامی که همون پدر و مادر که وقتی که خوندن که در فلان سوره در فلان آیت حدیث یا بخاری یا مسلم یک حدیث آمده درباره راست گفتن، همین چیز به دلیلش به همون فرزندها فهمونن، فرزندها تیز همین چیز قبول میکنن. بله استاد عزیز، تشکر برای شرح این موضوع و فکر میکنم برای بیننده های ما این از منفعت خالی نیست، چون همیشگی زندگی راست داشتن، راست بودن و راست زیستن این پیش از همه سعادت زندگی است. و برای اشتراکتان به شما تشکر میگویم. اینجا برنامه چراغ هدایت به پایان میرسد. خیر تا برنامه‌های نوبتی خانه‌تان آباد و سربلند و کامیاب باشد.